روشن کنیم. درود هموطنان عزیزم، برادرها، دوستان. امیدوارم که یکی شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشه. واقعا امروز برای ما برف بود، که خفورا دیده ایستادین چی شنبه است، سفیدی هم میتوه شبیش کمتر برف بارید. امروز کمتر که گپ میزنم در باره چندین برادرها نوشته کردن ماده که چرا فردوس دین حقارت کرد جواب ندادی گفته در لیچ. البته ما میدونم بعضی انسان ها بگیم که از یک تا دو تا دوستا هست، بگیم اونا که دیگه ما را در پیش میبینن میگن گپا، و دیگرایی که هستن که مینویسن اینا تنها تماشابین هستن و میگن که چرا گپ نمیزنی، تو چرا گپ نمیزنی. گفتگی گپ ده. دوستای عزیزم ببینین، اول براتون یک قصه میگم، کم ترکک قصه هست، بعد از او برمیگردیم بعد سری مسئله و همین قصه خودش شاهدی میته برای همین حالت هایی که هست. زمان بسیار کودکا در لب حوض بازی کردن میگیرن، یعنی بازی کردن، آب بازی کردن میگیرن و یک کودک چشمش کور است، یعنی نابینا هست و پاش بگیم شل چشم کور امورا کدامی برداشته ورده در لب حوزک موند است. پاش در درونی او دستش قطعا خیلی او چپ چپ کده اشته است. یک انسان بسیار خدا را زوره میکنه، ناله میکنه، یا خدا یا پروردگارا چرا توی بنده را یه حال کردی، اینم کودک است دیگرم کودک است. گفته بسیار دعا میکنه خدایا فشال گیریم برای این بنده هم چشم بته. گفتم خیلی بسیار دعای زیاد میکنم و پروردگارم که بنده پاکش که زوره از او دوره و ملائکه را روان میکنه. ملائکه را روان میکنه میگه رو بیناش که و ملائکه میویه به حیث یک انسان که سینی آدم میگه که چی مشکل داری، چی قدر گریه و نالان داری، چی قدر مراجعت به خدا داری. میگه که همین همه کودک ها را میبینم آوازی دارن، در بین همین کودک ها یک کودکی که در همون لب آو شیشتگی است، بسیار نابینا هست، چشماش نمیبینه، پاش کار نمیکنه. اونا میخواه مثل کودک ها آوازی کنه، اما او چپ چپ کده اشت از دیدم بسیار دلم ناراحت شد، رحم اومد. از همون برای ما از پروردگار ناله دارم که زاره دارم که پروردگار امیر یک شفا بته بیناک. و دیگه که ملائکه که از جانب پروردگار بود میگه یک حوزه خاک بته، میگه یک منجیک خاکش میته در بالای همون کودک میچوشش. مقدرت خدا کودک میگه بینا میشوه، پاش کار میکنه. کودک میپره درونی آب ده و یک کودک موی سرش میقپه، دیگری را در تای کشش میجقه، دیگری را بگیم که ایشا میقپه، اوشا در تای پاش میگیره. خلاص در درونی آب همون کودک باقی موندگی کودک ها را غرق کرده کشتنی میشه، کشتن میگیره ده خاکی قرار که دیگه به اونا میبره. این آدمی که خدا را زوره و ناله داشت دیگر در حیرت میمونه، در حیرت میمونه که چی بلا است. یهوزی تبسم کده دست در آب دوخته شده بود. چی وحشت است که بینا شده بود، پاش کار در آمده بود، آب در پریده کودک ها را کشتن در آمد. باقی مونده آدمای سالم کشتن گرفت و خاک دیگر در بالاش چوشید. کودک نابینا باز شل شده موند، کشید گرفت لب آب در برا ورد موند و گفت که خدا داناست و رفت غیب شد. یعنی این قصه با چی دلالت میکنه، با چی بگیم که اشاره میکنه. تاجیکستان بگیم که زیاده از 90% مسلمان دارن، مسلمان دارن، ایمان دارن به خدا، به پیغمبر ایمان دارن، باور دارن و به همون امید به همون باور زندگی میکنن. وقتی زمانی بگیم که همون خودی همین مردم یوری هم یهود تبار هم
مثل همون کودکی نابینا بود در لب آب شیشتگی و از دستش چیزی نمی آمد، فقط آب چپ چپ کرده تبسم کرده میشید. از آن جمله در تاجیکستان مویانه با این گپ من تحقیر به همون دینی یوری یا که تحقیر به چیزی دیگر کردنی نیستم، برای آنکه و خوبم است آدم ناخوبم و آدم خوبم است. اگر که بگیم همون مقایسه کنیم همون خیلی بود و زمانی او هم در بدر بودن، زمانی چاره نداشتن و زمانی در گوناگون کشورها او را ره میدادن و از آن جمله در تاجیکستان ما هم بگیم که چیکار کردن، ره دادن، زندگی کردن و نان تاجیکی خورد، مکتب تاجیکی خوند، زبان تاجیکی آموخت. کسی او را نه دینش تحقیر کرد، نه او را بگیم که خودش تحقیر کرد و نه او را زدن، نه پیش کردن و کار دیگر کردن. امروز یکی همون خاکی که بالای سرش چاشیدن بینا شدن، صاحب وطن شدن، صاحب بگیم که چی شدن، یعنی که پاشیدن وطن شدن، امروز دوران حمله میکنن دیگرها را کشتن یا که تحقیر کردن یا دشنام کردن. اگر که او ذره بگیم که یعنی که میگم که خدا دانست، اگر او ذره که اگر وجدان میداشت، ذره وجدان میداشت، ذره باور ایمان به همون دین خودش و مذهب خودش میداشت، نه اینکه به مسلمانی، خاطر آنه که اونها را یعنی که چقدر یوری تبارا تاجیکستان، مردم تاجیکستان که مسلمان هستن باوری دارن، بسیار سالها بگیم تای قنات کردن، نان دادن، آب دادن و بگیم که اینا هم خدمتاشون در تاجیکستان کردن و تاجیکستان هم بگیم که اینا را در آغوش گرفت. مثل گیتلر، مثل استالین یا را گنوسید نکردن، در حالتی که چقدر با اسلام بگیم که یعنی پروتیف دینی یهودی ساخته شدگی است، بگیم که چقدر پروتیف است، با تمام پروتیف بودن دین اسلام بگیم که یوری نکشتن، یوری سر نکردن، یوری گنوسید نکردن. که من یک نوار دیدم که نتانیاهو میگه که گیتلر نمیخواست یوری را بکشه، یعنی که یک مسلمان توصیه داد برای کشتن یوری ها، گفته بگیم هم خیلی نتانیاهو میگه اگر مسلمان توصیه میداد برای کشتن یوری، مسلمان در تاجیکستان هم را فرمان میداد برای کشتنش، مسلمان بگیم که در قزاقستان فرمان میداد کشتن یوری ده، مسلمان بسیار بگیم تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان بسیار دولت های بگیم که مسلمانی بودن که در اونجا یوری ها به حضور زندگی میکردن و یگان مسلمان دیگر فرمان نداد که یوری ها را بکشن یا قتل کنن یا یک کاری دیگر کنن. خاطر همین قدر چیزها را اگر او کمترک یک انسان عقیده دینی خودش می داشت و هیچ وقت بگیم که خسته دینی کسی را تحقیر کردن، دشنام کردن پیغمبرش و کتاب مقدسی بگیم او را برای یک انسان مشکلی داری، قطعی او داری، خب تاجیکش که زن تا بگو، چه تا بگو، نمیدونم اپا تا بگو، خواهر تا بگو، تاجیکش که، اما در دین چقشیدن دینی بگیم همون انسان هایی که بگیم اهل اولادی را نام دادن، بسیار یوری ها را جا دادن، در آغوش گرفتن، زندگی کردن در اوجا و کل همون انسان ها را، تمام خوبی ها را، تمام بگیم آغوش گرفتن مردم تاجیکه امروز که بگیم یک انسان خیست خودش که در همونجا تولد شدگی است، کلان شدگی است، با همون زبان گپ میزنه و زبان تاجیکی و خیست بگیم که همون کل انسان را تحقیر کرده. بله من نفهمم موضوع بگیم که دنیا یک طرف شدگی است، نه که این منوی را نداره که بگیم که انا دینی کلی ملت تا امروز در نمکدان توف کرد میگن کو، یعنی که همین چیز است. این بگیم که فردوس خودی همون کودک لبی آب بودگی شده، بگیم یک کودکی که پاش کار نمیکنه و بگیم که چیکار کرد، وقتی که پاش کار کرد، دستاش کار کرد، چشماش بینا شد، چیکار کرد، پرید در درون حوض و بگیم که غرق کردن کودکا را گرفت. امروز هم بگیم که اگر دنیا را ما نگاه کنیم، که باز هم همون دولت اسرائیل که یکی از در دولت های زمین مسلمانی تشکیل کرده شد، یعنی اجازت دادن، این هم مسلمان ها اجازت دادن
бигем дар ҳамуҷа худ зуре боша, худ дигар кас боша, худ шаст пари дунё боша, ки дар як замини бозам бигем ки уҷа мусалмоно буданд, овардан ташкил карданд. хулас бигем ки вақте ки ино бино шиданд, вақте ки ино даст пошон кор дуромад, париданд дохили ҳавзу қатл кардани боз ҳамон мардум шиданд, таҳқир кардан ва даштум кардан. Дигар боқӣ бигем ки ура ман динша таҳқир намекунам, хотири он ки агар якчандта мисли фирдавсори инсонҳое ки мисол нимчаладин бошанд дар ҷамъ ё ки нимчалабовар бошанд, аммо дигар инсонҳое ки ҳастанд, инсонҳои адекватни, инсонҳои бигем ки ҳаёта медонистагӣ, мефаҳмидагӣ, дигар яҳудитабороне ки ҳастанд, яъне хар нестанд мисли дигар инсонҳош, баъзе инсонҳош хар нестанд. Албатта хотири онҳо бигем ки мо иззати дини онҳоро мекунем, на он ки тарсидан, на оне ки дигар чӣ кардан. Мо то имрӯза ягон дина, ягон инсона, ҳатто ки динои индейцоро ҳам бигем ки таҳқир намекунем, хотире ки дар ҷои инсонҳо дар ӯ чиз бовар доранд. дигар боқӣ бигем ки қазоат дар дасти шумо аст, дар дасти худтон. Бигем таҳқир кардан, дашном кардан ин ягон масъаларо ҳал намекунад. Агар ту мушкилӣ ба ӯ доштӣ, то бигем ки 9 миллион 10 миллион инсони боқӣ мондаро динша таҳқир кардан, ин бигем ки куллан худи Тоҷикистона тамоми мусалмона таҳқир кардан. Зиндаву саломат бош ҳамватанам. Поделитесь ки подписать.